به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی شروع میکنیم. ای کاش گوش میکردید. دکتر بانی جاکوبسن نویسنده این کتاب هستش و آقای آرمان ساکت و خانم راهیل نامدار مقدم مترجمان این کتابند. این کتاب در بهار 1390 در مشهد توسط انتشارات واژیران چاپ شده. موضوع این کتاب روابط زن و مرد و ارتباط بین اشخاص هستش. این کتاب دارای فصل‌های متنوعی هستش. مقدمه مترجمین رو داره، مقدمه کتاب رو داره و من ابتدا کتاب رو با سخن نخست که دلنوشته ای از آقای نادر ابراهیمی هستش رو برای شما میخونم. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو کشفش کنید. اما ابتدا یک مقدمه کوچیکی در مورد آقای نادر ابراهیمی میخونم و بعد این دلنوشته زیبا رو برای شما قرائت میکنم. نادر ابراهیمی، 40 نامه نادر ابراهیمی به همسرش. نادر ابراهیمی تولدش در 14 فروردین 1315 در تهران بوده و درگذشتش در 16 خرداد 1387 در تهران. داستان نویس معاصر ایرانی علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه در زمینه‌های فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه نگاری نیز فعالیت کرده است. همسفر. در این راه طولانی که ما بیخبریم و چون باد می‌گذرد، بگذار خورده اختلاف‌هایمان با هم باقی بماند. خواهش می‌کنم مخواه که یکی شویم مطلقاً. مخواه که هرچه تو دوست داری من همان را به همان شدت دوست داشته باشم و هرچه من دوست دارم به همان گونه مورد دوست داشتن تو نیز باشد. مخواه که هر دو یک آواز را بپسندیم، یک ساز را، یک کتاب را، یک طعم را، یک رنگ را و یک شیوه نگاه کردن را. مخواه که انتخابمان یکی باشد، سلیقه‌مان یکی و رویاهایمان یکی. همسفر بودن و هم هدف بودن ابداً به معنی شبیه بودن و شبیه شدن نیست و شبیه شدن دال بر کمال نیست، بلکه دلیل توقف است. عزیز من، دو نفر که عاشقند و عشق آنها را به وحدت عاطفی رسانده است، واجب نیست که هر دو صدای کبک، درخت نارون، حجاب برفی قله علم‌کوه، رنگ سرخ و بشقاب سفالی را دوست داشته باشند. اگر چون این حالتی پیش بیاید، باید گفت که یا عشق زاید است یا معشوق و یکی کافی است. عشق از خودخواهی ها و خودپرستی ها گذشتن است، اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. من از عشق زمینی حرف میزنم که ارزش آن در حضور است، نه در محو و نابود شدن یکی در دیگری. عزیز من، اگر زاویه دیدمان نسبت به چیزی یکی نیست، بگذار یکی نباشد. بگذار در عین وحدت مستقل باشیم. بخواه که در عین یکی بودن یکی نباشیم. بخواه که همدیگر را کامل کنید، نه ناپدید. بگذار که صبورانه و محزمندانه در باب هر چیز که مورد اختلاف ماست بحث کنیم، اما نخواهیم که بحث ما را به نقطه مطلقاً واحدی برساند. بحث باید ما را به ادراک متقابل برساند، نه فتاب متقابل. اینجا سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان نیست. سخن از ذره ذره واقعیت‌ها و حقیقت‌های عینی و جاری زندگی است. بیا بحث کنیم. بیا معلوماتمان را تاخت بزنیم
بیا کلنجار برویم، اما سرانجام نخواهیم که غلبه کنیم. بیا حتی اختلاف‌های اساسی و اصولی زندگیمان را در بسیاری زمینه‌ها تا آنجا که حس می‌کنیم دوگانگی، شور و حال و زندگی می‌بخشد، نه پژمردگی و افسردگی و مرگ، حفظ کنیم. من و تو حق داریم در برابر هم قد علم کنیم و حق داریم بسیاری از نظرات و عقاید هم را نپذیریم، بی آنکه قصد تحقیر هم را داشته باشیم. عزیز من، بیا متفاوت باشیم. اما من فصل 7 این کتاب رو برای شما شروع میکنم به خوندن. نام فصل 7 ساختن پل هستش. لطفاً دوستانه با من صحبت کن. لطفاً به نیازهایم گوش کن. انواع شخصیت‌ها و ساختن پل: جسمی کننده، بسیار شاد، کمالگرا، سرزنش کننده، نصیحت کننده و اخلاق گرا. امیدوارم که این فصل رو به طور کامل در این وایس بتونم برای شما بخونم. لطفاً با من همراه باشید. منظور از ساختن پل این است که با استفاده از زبان همسرتان آنچه را که می‌خواهید به او بگویید. تاکنون با یک طرف رابطه من تو یعنی تو آشنا شدید. اینک با احساسات و مقصود واقعی همسرتان از سخنانش آشنا خواهید شد و وقت آن رسیده است که مفهومی غنی و پرمضمون از من و احساستان را به همسرتان بدهید و از اصطلاحاتی استفاده کنید که برای او قابل درک و فهم باشند. به عبارت دیگر، باید در نتیجه گوش کردن به حرفهای همسرتان یاد گرفته باشید که افکارتان را بازسازی نموده و با گفته‌های او مقایسه نمایید. در این میان بایستی به ارتباط بین خودتان تکیه کنید تا او بتواند به تدریج دیدگاه‌های شما را تا حد امکان درک نماید. اکنون دیگر بدون فکر و تأمل صحبت نمی کنیم و خود و همسرتان را دو انسان عاطفی پیچیده می بینید که می توانند آزادانه و با قدرت بدون میل به توهین یا عقب نشینی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به عبارت بهتر، شما به عنوان دو همتا با یکدیگر ارتباط برقرار می کنید و می توانید به بهترین و کاملترین شیوه احساسات خود را بیان نمایید. زیرا می دانید به چه زبانی صحبت کنید تا همسرتان بتواند جذب سخنان شما شده و آنها را درک نماید. وقتی عمل درک از فرایندی سازمان یافته سرچشمه گرفته باشد، بسیار سازنده خواهد بود. ممکن است فکر کنید شما و همسرتان دیگر بر کلیه موانع ارتباطی فایق آمده‌اید و احساس آرامش نمایید. اما تجربه نشان داده است زمانی که این 7 مرحله را به پایان می‌رسانید، دوباره به تاکتیک‌های دفاعی یا انتقام جویانه قدیمی برمیگردید. چرا؟ چون آزادی و عدم وجود موانع را به سختی می‌توان کنترل کرد. احتمالاً مدتی طول می‌کشد تا بتوانید باور کنید که به تفاهم رسیده اید و می توانید مانند دو همتا با یکدیگر رفتار نمایید. دلیل دیگری که ممکن است از شرایط جدید احساس ناراحتی نمایید این است که احساس می کنید یک نفر غریبه را وارد خانواده اصلیتان کرده و ناآگاهانه به این غریبه اجازه داده اید به طور کامل وارد زندگیتان شود. احساس خیانت و بی‌وفایی می کنید. قبول این نزدیکی بین شما و همسرتان نیاز به زمان دارد. اینجا منظور از غریبه اینه که عضوی از خانواده شما نیست. یعنی عضو خونی از خانواده شما نیست. نکته اصلی این است که پیشرفت پر است از فراز و نشیب. زندگی بی‌نظمی هایی دارد. پیشرفت ها به دنبال پسروی ها می آیند. موفقیت ها و شکست ها بخشی از ماهیت رشد ما هستند. همانطور که یاد میگیرید بارها ارتباط بین خود را برقرار سازید. همانطور هم یاد میگیرید موفقیت ها و شکست ها را با هم تحمل کنید. گاهی مواقع نمیتوانید به راحتی از پل رد شوید. هدف از ساختن پل این است که
بین امیال واقعی شما و امیال واقعی همسرتان ارتباط ایجاد شود. آنچه می‌خواهیم انجام دهیم ایجاد این ارتباط است. با این وجود مرحله هفتم به شما و همسرتان آنچه را که باید یاد بگیرید آموزش می‌دهد. یعنی اینکه با عشق و بدون هیچ گونه مانعی با یکدیگر صحبت کرده و به حرفهای یکدیگر گوش کنید. به عبارت دیگر امکان دارد که صادقانه به یکدیگر پیوند بخورید. مزیت دیگری نیز وجود دارد. زمانی که از پل می‌گذرید برای کلیه مشکلاتی که موجب اختلاف نظر بین شما و همسرتان می‌شده راه حلی می‌یابید. دلیلی که در این مرحله یا مراحل بر شنیدن تاکید کردم نه عمل کرد آن بود که از طریق شنیدن عملکرد سازنده و خلاق بروز می‌کند. دست به عمل زدن قبل از آگاهی از احساسات همسرتان تقریباً همیشه اشتباه است. وقتی عمل درک از فرایندی سازمان یافته سرچشمه گرفته باشد بسیار سازنده خواهد بود. اما اجازه دهید جولیا و مارک خودشان این روند را به ما نشان دهند. لطفاً دوستانه با من صحبت کن. هنگامی که جولیا در مرحله هفتم شروع به صحبت با مارک نمود، رفتارش کاملاً تغییر کرده بود. جولیا بعداً به من گفت او احساساتی تر و بی‌آلایش‌تر به نظر می رسید. بسیار حساس شده بود. تا پیش از این هرگز چنین نیازی را حس نکرده بودم یا دوست نداشتم در مورد آن قضاوت کنم. به هر حال قبول مارک به این گونه به معنای قبول بیشتر درد و رنج تنهایی خودم بود. جولیا به مارک گفت متاسفم که باید بروم، اما میدانم که اگر مرتب با هم در تماس باشیم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. لطفاً وقتی با هم صحبت میکنیم با من بحث نکن. من هم قول میدهم که ارتباطم را با تو قطع نکنم و از تو فاصله نگیرم. میدانم که بارها سکوتم باعث رنج و عذاب تو شده‌ام، اما قول میدهم که در این سفر احساسات و کارهای روزمره‌ام را برای تو تعریف کنم و دروغ نگویم. تا جایی که ممکن است فاصله‌ام را با چارلز بیشتر میکنم و در صورتی که بین ما صحبتی شود حتما تو را در جریان قرار خواهم داد. آنچه بیشتر میخواهم بدانی این است که دوستت دارم و دلم برایت تنگ می شود. جولیا در تمام این مدت به چشمان مارک خیره شده بود. سپس آهی کشید و چند لحظه چشمانش را بست. سپس دوباره به او نگاه کرد و گفت تو همیشه از من میپرسیدی که شب قبل چه خوابی دیدم و من همیشه تلفن را قطع میکردم. میدانم که میخواهی بدانی درونم چه میگذرد. ممکن است سخت باشد، اما تصمیم گرفتم که هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشوم هر آنچه را از خواب شب قبل به یاد دارم یادداشت کنم. خوابهایم را برایت تعریف میکنم چون میل دارم از وضعیتم بیشتر اطلاع داشته باشی و مرا بشناسی. جولیا دوباره مکث کرد و در حالی که صدایش آرامتر شده بود ادامه داد. میدانم که نمیتوانم اعتمادم را به دست آورم. اعتمادت را به دست آورم ولی باید اعتمادت را جلب کنم و میدانم که گاهی اوقات که احساس تنها بودن بکنم عاملش تو نیستی بلکه این طرز فکر خودم است. قبول دارم که مشکل را باید حل کنم، اما من عاشق تو هستم و میخواهم با هم در تماس باشیم. لطفاً وقتی با تو صحبت میکنم دوستانه با من حرف بزن. جولیا با عنوان کردن بزرگترین ترس‌های مارک به زبان شوهرش صحبت میکرد. پیشنهاد ثبت و یادداشت خوابها تقاضایی دور از دسترس بود. او به مارک خاطر نشان کرد که با جدیت و از ته دل تا آنجایی که بتواند او را از هر آنچه درونش می‌گذرد آگاه نماید. جولیا با پذیرش نیازهای مارک و تمایلش برای رفع آنها نیازهای خود را شناسانده و بیان نمود. با صحبت کردن از زبان مارک جولیا بعد واجب و لازمی را در مورد شخصیت خود نشان داد و موضوع جالبی را کشف کرد. فکر نمی کنم این تعهدات سنگین باشند. می خواهم مارک
بیشتر با وضعیتم آشنا شود. دلم می‌خواهد وقتی از او دور هستم مرتباً ارتباطم را با او حفظ کنم. حتی می‌خواهم خوابهایم را یادداشت نمایم. این به معنای تسلیم شدن نیست. جولیا تشخیص داد که توافقش در واقع توافق نبود. او همراه با مارک تعهداتی را قبول کرده بودند و نقشه‌ها و طرح‌هایی را همراه هم و با امیال مختلف مطرح نمودند. این مرحله برای آنهایی که نمی‌خواهند به توافق واقعی برسند طراحی نشده است. صلح و آشتی هدف نیست. ما به شما امکان می‌دهیم که بتوانید برای پیوستن به عشق واقعی همسرتان از صمیم قلب تلاش کنید. همه آنچه که شما و همسرتان انجام می‌دهید از روی میل واقعی نیست. هدف از ساختن پل این است که بین امیال واقعی شما و امیال واقعی همسرتان ارتباطی ایجاد شود. آنچه می‌خواهیم انجام دهیم ایجاد این ارتباط است. به احتمال زیاد زمانی که به درک عمیق حاصل از انجام مراحل قبل برسید متوجه می‌شوید که میل به پیوستن و ارتباط هدف نیست. این میل از قبل وجود داشته است و در حقیقت یکی از قوی‌ترین امیالی است که احساس می‌کنید. لطفاً به نیازهایم گوش کن. مارک به جولیا اعتراف کرد که می‌داند نیازهایش دست نیافتنی هستند. می‌دانم که خیالاتی شدم. می‌دانم که گمان می‌کردم مردم پشت سرم مهمل می‌بافند و در مورد من صحبت می‌کنند و به من می‌خندند. می‌دانم که وقتی مضطرب می‌شوم سکوت می‌کنی. وقتی این کار را می‌کنی آن را درک می‌کنم و دیگر به صورت شخصی به این مسئله نگاه نمی‌کنم. دیگر سعی نمی‌کنم نیازم را فوری اظهار کنم. می‌دانم که گناهی نداری و می‌دانم که مجبورم خودم از احساساتم مراقبت کنم. قصد ندارم که این مسئولیت را به دوش دیگری بیاندازم. مارک مکسی کرده و پس از صاف کردن سینه‌اش با صدای آهسته ادامه داد: لطفاً به خاطر من اینجا بمان. بدان که این سفر تو برای من استرس ساز و خون مرا به جوش می‌آورد. با همه توانم سعی می‌کنم خشم، عصبانیت و احساسات تندم را کنترل کنم. قول می‌دهم که دوستانه و با صمیمیت با تو صحبت کنم. از اینکه قبول کردی در طی روز چندین بار تلفن کنی متشکرم. لطفاً برای تماس‌های تلفنی‌ات برنامه روزانه تنظیم کن تا من در آن لحظات از فکر و گمان خارج شوم. و مارک لبخندی زد و ادامه داد: وقتی تو نیستی نمیتوانم در خانه کار کنم. درست زمانی که قرار است مقاطع کاران برای تعمیر سقف بیایند تو به سفر میروی. قبول دارم که خانه در حوزه مسئولیت توست و حق داری که بیشتر از من به آن توجه داشته باشی. از این رو به تو اطمینان میدهم که زمان ورود و خروج آنها آنجا باشم و وقتی که خرابکاری میکنند عصبانی نشوم. مارک نفس عمیقی کشید و حرفهایش را اینطور خلاصه کرد: میدانم که التماس زیاد تو را بیشتر از من دور میکند. سعی میکنم برای تأمین نیازهایت حداکثر تلاش خود را بکنم. وقتی جولیا به شیکاگو رفت چه اتفاقی افتاد؟ آنها به تماس‌های تلفنیشان ادامه دادند. جولیا اکثر روزها خوابش را یادداشت می‌کرد و هنگامی که در مورد بعضی از آنها با مارک حرف می‌زد شروع به خندیدن می‌کردند. بعضی از آنها واقعاً غیرعادی بودند، اما بعد از مدتی به خاطر منحل شدن بعضی از جلسات و زمانبندی سریع جلسات باقی مانده جولیا نتوانست طبق برنامه با مارک تماس بگیرد. مارک دوباره دچار توهم شد. رفتار آنها بار دیگر سرد و عذاب‌آور گردید، اما جولیا از مارک خواهش کرد که به رابطه قبلیشان ادامه دهند. جولیا چارلز را در جلسات می‌دید و مجبور می‌شد هنگام نهار با چند نفر دیگر با او سر یک میز بنشیند. او تعریف کرد که در این لحظات عصبی می‌شده ولی سعی می‌کرده مؤدب باشد و از چارلز فاصله بگیرد. مارک از دست مقاطع کارانی که تقریباً هر روز دیر سر کار می‌آمدند و باعث می‌شدند او تعدادی از جلسات مهمش را از دست بدهد عصبانی می‌شد.
اما توانست خود را کنترل کند. آنها به این مسئله می‌خندیدند. مارک بار دیگر احساس خستگی و فرسودگی می‌کرد. نمی‌توانستم جلوی ترس قدیمی را بگیرم. شاید جولیا حقیقت را در مورد چارلز به من نگفته است. جولیا احساس کرد که باید سکوت کند و بر احساساتش سرپوش بگذارد و به مارک همه چیز را نگوید، ولی در سخنان جولیا نوعی پذیرش وجود داشت و آنان تقریباً تمام مدتی را که جولیا دور بود توانستند با رضایتمندی ارتباط برقرار کنند. جولیا گفت دوباره خشم خود را فرو نبردیم و به نوعی مصالحه عذاب‌آور رسیدیم و قبول کردیم به عشقمان نسبت به یکدیگر برگردیم. حالا این تصویر برای مارک و جولیا بزرگتر و بهتر شده است. آنان گاهی اوقات خلاف این فکر می‌کنند. به خاطر داشته باشید که یک قدم به جلو، دو قدم به عقب، ویژگی هر گونه رشد واقعی است. دوستان مارک و جولیا اظهار می‌کنند که آنها به عنوان یک زوج چقدر راحت با هم به سر می‌برند، کاری که قبلاً انجام نمی‌دادند. اکنون رابطه مارک و جولیا با دوستان و خویشان نیز بهتر شده است. نکته مهم، رابطه آنها با همکارانشان نیز در اداره بهتر شده است. جولیا میگوید این اصول تنها بین عشاق کاربرد ندارد، بلکه در مورد آنچه رئیسم یا دیگر مخاطبینم سعی در گفتن آن دارند نیز قابل استفاده است. این اصول در همه مواقع و در همه جا کارآمد هستند. رفتار جولیا و مارک، چه وقتی که با هم باشند و چه هنگامی که از یکدیگر جدا هستند، آرامش و صلح پرمعنایی را نشان می‌دهد. اکنون هر دو نفرشان می‌گویند که احساس می‌کنند دیگر نمی‌توانند برگردند. مارک می‌گوید حالا که با هم این پل را ساخته‌ایم، چگونه می‌توانم وانمود کنم جولیا را نمی‌شناسم و یا او وانمود کند که با من بیگانه است. می‌دانم که یکدیگر را می‌شناسیم و حتی می‌توانیم بعد از عصبانیت به وسیله این شناخت به سوی هم برگردیم. اما اکنون می‌دانیم که چگونه به حرف‌های یکدیگر گوش کرده و دوباره عاشق هم شویم. هنگامی که رفتارتان را تغییر می‌دهید، تأثیرتان را نیز تغییر می‌دهید. انواع شخصیت‌ها و ساختن پل. اکنون اجازه دهید که به طور مختصر به انواع شخصیت‌هایی که احتمالاً در ساختن پل با آنها روبرو می‌شویم نگاهی بیاندازیم و نحوه رفتار آنان را مورد بررسی قرار دهیم. جسمی کننده. اگر جسمی کننده باشیم، من حالا اینجا هجی نذاشته جسمی کننده یا جسمی کننده، ممکن است در مرحله هفتم لذتی را که از جو صمیمی و در عین حال نامأنوس مرحله ششم کسب کرده اید تجربه نکنید و از فکر باز کردن دهانتان برای صحبت کردن در این مرحله احساس وحشت کنید. بسیار سخت است که خوشبینی بسیار زودگذری را که تا به حال ایجاد کرده اید حفظ نموده و با دهان بسته به حرفهای همسرتان گوش دهید. علائم هشدار دهنده میگرن نزدیک هستند. آگاه باشید که این مرحله برای شما بسیار دشوار است و باید به دلیل همین دشواری حس ترحم و دلسوزی را در خود تقویت نمایید. ممکن است به نظرتان مرحله هفتم عذاب‌آور باشد. این مرحله از شما می‌خواهد آنچه را که احساس می‌کنید اظهار نمایید، هرچند که به زبان همسرتان باشد. شما عادت کرده اید احساسات خود را درون خویش نگه داشته و کسی را از وجود آن مطلع نکنید. میل غیر منطقی شما برای رفع همه مشکلات مثل این است که بگویید هر کاری با صحبت کردن انجام می شود و یا اینکه بی هیچ دلیل برخاسته و اتاق را ترک کنید. ممکن است تصویرسازی به شما کمک کند. یکی از بیماران جسمی کننده هم در ذهنش برج بزرگی را با دیوارهای ضخیم سنگی تجسم می‌کرد و تا جایی که می‌توانست دستش را دراز می‌نمود تا بتواند چپ و راست این دیوار بزرگ و غیر قابل عبور را ببیند. سپس خود را وادار می‌کرد تا دری را در دیوار ببیند، دری که آهسته به سمت آن حرکت می‌کرد و می‌توانست آن را باز کند.
و از دیوار بگذرد. برای مدت مدیدی همه یک کاری که می توانستم انجام دهم این بود که به درب نزدیک شوم. اما یک روز موفق شدم که آن را باز کرده و از آن بگذرم. فوراً حالم خوب شد. حالا وقتی او با شوهرش به مرحله 7 نزدیک می شود، آن در و دیوار را به یاد می آورد و می تواند در مورد احساسات واقعیش با همسرش صحبت کند. تا کنون دانستید که نمی توان تمام عمر را محبوس در 4 دیواری خود بگذرانید. از این زن سرمشق بگیرید و دری را در دیوار تصور کنید. دری که می توانید آن را باز کنید. قول می دهم آنقدر مشتاق این کار شوید که در تمام طول روز این کار را انجام دهید. این روش به شما کمک می کند تا با همسرتان و دیگران صحبت کرده و آنچه را که در درونتان می گذرد بیرون بریزید. مرحله 7 که زمانی از آن ترس داشتید به بزرگترین راه نجات و رستگاری شما تبدیل خواهد شد. صبور باشید و همچنان به درب نزدیک شوید. بسیار شاد. اگر بسیار شاد هستید به دلیل ترس از تجسم سازی در برابر گام 7 مقاومت خواهید کرد. اکنون تصور می کنید هر آنچه را که در درون خود مخفی کرده اید بیرون می ریزید. به نظر می رسد هنگامی که به مرحله 7 نزدیک می شوید تمام قدرت و کنترلتان را از دست داده و اطلاعاتی را که او می تواند بر علیه شما استفاده کند در اختیارش قرار می دهید. از اظهار نیازهای خود متنفر هستید، چرا که می ترسید زمانی که نیازها شناخته شوند همسرتان شما را رد کند. حتی بعد از اینکه طی 6 مرحله قبل کاملا نیازهایتان درک شود ممکن است به هیچ وجه امکان رفع آنها نباشد. در مقابل این پیش آمد ناخوشایند چه خواهید کرد؟ نگرانی به خود راه ندهید. ماسک شادی را وارونه بزنید. مهم نیست. بگذارید همه بفهمند. انگیزه‌ای که با آشکار کردن جنبه آسیب پذیر و حساس همسرتان شما را به مرز رشد می‌رساند مهم است. نباید ناامید شوید. با قبول طرف بد شخصیت همسرتان درس بزرگی می‌گیرید. نمی‌توانید چهره، قیافه، نیاز، درد و حتی ناامیدی را حفظ کنید. گام 7 همیشه جهش را نشان می‌دهد. اما این جهش آنقدر که می‌ترسید بزرگ نیست. خیلی راحت به خاطر کاری که در مراحل قبل انجام دادید تقریباً آنجا هستید. وقتی که نیازهایتان را به شکل واکنش شدید نشان داده و فکر می‌کنید برای همیشه بتوان به پایان رسید، حس می‌کنید همسرتان شما را قبول کرده است و می‌توانید بقیه عمرتان را شاد و مطمئن باشید. اما اگر نیازهایتان زمانی که اظهار شدن رفع شوند چه می شود؟ وقتی که نیازهایتان را به شکل واکنش شدید نشان داده و فکر می کنید برای همیشه بحران به پایان رسیده است، حس می کنید همسرتان شما را قبول کرده است و می توانید بقیه عمرتان را شاد و مطمئن باشید. راه دیگر این است که سکوت کنید. ناراحتی، رضایت، روشنایی و تاریکی همیشه وجود خواهند داشت. به خودتان تبریک بگویید که یاد می‌گیرید کم کم کلید مقولات احساسی و تجربی را از اول تا آخر رفع کنید. وقتی فکر می‌کنید که باید گریه کنید این کار را انجام دهید. اشک‌ها قطع می‌شوند و خنده جایگزین می‌گردد و سپس دوباره اشک‌ها برمیگردند و باز خنده. و مرحله 7 به شما می‌آموزد که از هر آنچه که پیش می‌آید به سلامت بگذرید. کمالگرا. از اینکه آرمانگرا هستید خوشحال باشید، چرا که احساس بسیار خوبی از حس همدلی و مرحله 6 دارید. باید بتوانید با خوشحالی در مرحله 7 به راه خود ادامه دهید. در گذشته صحبت در مورد نیازهایتان را دوست داشتید، اما اکنون راه مؤثری را برای صحبت کردن درباره آنها یاد گرفتید. با گوش دادن به حرفهای همسرتان همراه با انتقاد کمتر یاد می‌گیرید که حرفهای دیگری را بشنوید و بنابراین می‌توانید در مورد احساسات خود به شکل کامل، آهسته، ملایم و واقعی صحبت کنید. این امر
به شما شانس بیشتری می‌دهد تا بتوانید نیازهایتان را بشنوید و آنها را برآورده نمایید. حداقل همسرتان متوجه می‌شود که چون نیازهایتان را به زبان او بیان می‌کنید، مجبورید آنها را رفع نمایید. البته احتمالاً همیشه از این ابهام احساس نارضایتی و ناراحتی خواهید کرد. انگیزه شما تا حدی در مورد این حقایق دقیق است، هرگز از بین نخواهد رفت و نباید هم از بین برود. کمالگرا خیلی راحت قبول می کند که حقیقت جدیدی را مطرح کرده. واقعیتی در مورد پیشبینی مسائل غیر قابل پیشبینی. قبول کنید که به بعد جدیدی از درک بشری دست یافته و روش مطلوبی را برای تشریح این بعد پیدا کرده و این 7 مرحله را کشف نموده اید. سرزنش کننده در تمام مراحل قبل و تا لحظه رسیدن به این مرحله منتظر شماست. برای سرزنش کننده صحبت کردن خود به خود به معنای اتهام است. اکنون برای اتخاذ روی کردی متفاوت راه انتخاب دارید. بعد از تجربه حس همدلی در مرحله 6 میفهمید که همسرتان شخصیتی نیست که قبلا میشناختید. دوست، همپیمان، شخصی که در برابر او نمیتوانید از خود دفاع کنید. شخصی که باید هر نفستان را برایش توجیه کنید. دوست شخصی است که شما را دوست دارد و به احساسات شما توجه می‌کند و می‌خواهد امیال شما را ارضا کند. شخصی که مانند شما همه ویژگی‌های انسانی را داراست. اکنون می‌توانید همسرتان را بیشتر به عنوان یک دوست ببینید. یاد می‌گیرید که به این دوستی اعتماد کرده و از آن استفاده کنید. بدانید که نسبت به گذشته بین شما و او حسن نیت و تفاهم بیشتری وجود خواهد داشت. و دیگر صحبت کردن برای شما به معنای اتهام نخواهد بود. در واقع اجازه می دهید روندی را که قرار است روی دهد اتفاق بیفتد. خلاصی از آنچه که راه ما را برای برقراری ارتباط سد می کند. مرحله 7 حسن نیت را تقویت می کند. اکنون به طور معجزه آسایی به خاطر مراحل قبل متوجه می شوید که نمی توانید از این حسن نیت چشم‌پوشی کنید. به عنوان یک همپیمان با استفاده از و متحد با همسرتان صحبت کنید. شخصی که می خواهد ببیند واقعا نیازهایتان برآورده شدن یا نه. نصیحت کننده. اگر نصیحت کننده هستید مرحله 7 آسان نخواهد بود. در این مرحله نیازهایتان را نشان می دهید و انگیزه قوی دارید که آنها را به شکلی که فکر می کنید و همسرتان کمک می کند بیان نمایید. از این مرحله لغزنده و دشواری. ممکن است پلی می سازید با استفاده از اصطلاحات همسرتان، اما در واقع اینطور نیست. مرحله 7 زمانی مؤثر است که نزدیک نیازهای خود باقی بمانید، نه اینکه همسرتان را متقاعد کنید که چگونه رفع نیازهای شما به او کمک خواهد کرد. شاید همینطور باشد، اما این موضوع نکته اصلی نیست. با خود عهد کنید و قبل از صحبت کردن در مرحله 7 آهسته جمله زیر را تکرار نمایید تا کاملا در مغزتان جای گیرد. نیازهای تو را شنیدم. حالا نیازهای خود را بیان می کنم. اگر بخواهید تحولی در رفتارتان به وجود آورید، جلو بیایید و شخصی باشید که نیاز به توجه و حمایت دارد. مانند گذشته به احتمال زیاد آسودگی عمیقی را تجربه کرده و کاری را می کنید که همیشه آرزوی انجامش را داشتید. و همسرتان اجازه دهید بداند احساس شما چیست. حالا می‌فهمید که می‌توان این کار را آشکارا انجام داد. نباید تمام وقت مواظب همسرتان باشید. گاهی مواقع خوب است که مراقب خود نیز باشید و حتی به همسرتان بگویید دوست دارید کمی بیشتر مراقب شما باشد. تقاضای ویژه شما بار مسئولیت را از دوش فرد دیگری برداشته و قدرت را به شکل مساوی تقسیم می‌کند. اخلاق‌گرا. بعد از مرحله 6 اخلاق‌گرا موفق می‌شود دیدگاه بد و خوب خود را نسبت به جهانی که همیشه برای آن دل می‌سوزاند در هم زند. اگر اخلاق‌گرا هستید، از دلسوزی برای اشخاص خوب در مقابل اشخاص بد حمایت می‌کنید.
اما حالا متوجه می‌شوید که این کار ساده‌ای نیست. بنابراین برای چند لحظه از این سپر استفاده نکنید. اکنون می‌توانید بگویید که همسر من انسان است، همانطور که من انسان هستم. زن کاتولیکی را که در مرحله 4 ذکر کردم به خاطر آورید. وقتی فهمید شوهرش از زن قبلی خود طلاق گرفته است، شوکه شد، زیرا در اصول اخلاقی او طلاق گناهی نابخشودنی بود. او می‌توانست این تصور بازدارنده را تا پایان این مراحل کنار بگذارد. در مرحله 7 به شوهرش گفت ما باید با هم راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم. در صورتی که همه کانال‌ها را باز نگه داریم. به این راه حل می‌رسیم. من تا حدی حدس زده بودم که تو طلاق گرفته‌ای، اما تصمیم گرفتم در مورد جزئیات آن سوال نکنم. مهمانی را به خاطر می‌آورم که در آن تعدادی از دوستان قدیمی‌ات در مورد نفقه از تو سوال می‌کردند. من بایستی خیلی راحت این وضعیت را می‌پذیرفتم و در تمام این سالها با خوشحالی و خوشبختی با تو زندگی می‌کردم. اما افکار قدیمی با میل همراهیم در تضاد است. دوست دارم آن افکار را وارد افق جدیدی بکنم. با این وجود مطمئن نیستم که پایان این تغییرات چه می شود و چه احساسی خواهم داشت. اما می خواهم هنگامی که با این افکار و احساسات کلنجار می روم همراه تو باشم. اخلاقگرا در این 7 مرحله دوباره متولد می شود و مانند آرمانگرا به این نتیجه می رسد که واقعیت از آنچه او تصور می کرده مبهمتر است. حتی اگر این واقعیت خوب یا بد نباشد، شما یاد می گیرید که با قلبی رئوف تصمیم گیری کنید. اعتقادات اگر به درد شما نخورند می توانند تغییر یابند. همواره بیش از تصورتان راه انتخاب دارید. اکنون می توانید همسرتان را بیشتر به عنوان یک دوست ببینید. یاد می گیرید که به این دوستی اعتماد کرده و از آن استفاده کنید. چرخه بی‌پایان. همانطور که دیدیم نیاز نامحسوس به کسب موفقیت در مرحله 7 همراه با حسن نیت است. همان گونه که کشف کردیم هنگامی که به مرحله 6 و نیازش به همدلی نگاه می‌کنیم، این مراحل بدون قدری حسن نیت قابل دسترسی نمی باشد. بدون عشق خیلی زود در این مراحل شکست می‌خورید. اما اگر بدانید عشقی وجود دارد و باز هم رفتاری را در پیش بگیرید که به رابطه شما آسیب برساند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مارک و جولیا هنوز شانسی داشتند. فرایندهای این 7 مرحله همیشه بر روی آنها باز است. هر شخصی می‌تواند اشتباهاتش را جبران و از اول شروع کند. با پیشرفتی که ایجاد کرده اید نمی‌توانید درک عاطفی عمیقی که از خود و همسرتان به دست آورده و انگیزه‌ها و نحوه ارتباطاتتان را نادیده بگیرید. بازگشت به رفتار قبلی کمکی نخواهد کرد و گاهی اوقات نقش آسیب رساننده این بازگشت می‌تواند عشق را نابود سازد. می‌توانید رویه این رفتارها را از طریق همان 7 مرحله‌ای که در ابتدا عمق و پیچیدگی شخصیت‌ها، انگیزه‌ها و عشق به یکدیگر را نشان می‌دادند تغییر دهید. آنچه که می‌توانید روی آن حساب باز کنید این است که همسرتان بیش از شما منتظر کشف رفتارهای جدید و عدم بازگشت به رفتار قبلی است. شما می‌فهمید که بزرگتر و پیچیده‌تر از آن هستید که فکر می‌کردید. همچنان می‌فهمید که همیشه با کارهای ناتمام یکدیگر سر و کار دارید. یکی از تلاش‌های عمده ما در زندگی این است که مانند بزرگسالان کارهای ناتمام را تمام کنیم و آن آسیبی را که در دوران کودکی تجربه کرده ایم شناسایی و جبران نماییم. آنچه که نمی‌توانیم یا آماده نیستیم آن را حل کنیم. این مراحل مکانیسم شگفت‌آوری داشته و به شما امکان رسیدگی به کارهای ناتمام را می‌دهد. به احتمال زیاد همراه همسرتان تصمیم به این کار می‌گیرید زیرا او به شکلی مشکلات عمده‌ای را که می‌خواهید حل کنید نشانتان می‌دهد. به عبارت دیگر شما با شخصی ازدواج کرده اید که می‌تواند به شما بیاموزد چگونه به موانع ایام کودکیتان غلبه کنید. زیرا او یادآور دشوارترین ویژگی شخصیتی خانواده یا خواهر و برادرتان است. عجب فرصتی! با استفاده از این مراحل می توانید راه‌های مؤثری را برای توقف و تغییر صحنه‌های مکرری که سد راه شماست به وجود آورید.
می توانید احساس تازه‌ای را از رقابت کشف نموده و فرصتی به دست آورید که دوره رشدتان را کمی طولانی تر کنید. زمانی که صداقت نفسی را که لازمه این مرحله است تجربه کردید، دیگر نمی توانید در مورد نقش، پیچیدگی رفتار، مشکلات خود، لذت رابطه با همسرتان و به طور کلی در مورد زندگیتان به خود دروغ بگویید. شما می‌فهمید که رابطه چرخه بی‌پایان است. شما همسرتان را تحت تاثیر قرار داده و او نیز شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همینطور این دایره می‌چرخد. هر کدام از شما رفتار دیگری را برای بهتر یا بدتر شدن شکل می‌دهد. نباید این حقیقت را نادیده بگیرید که هر کدام جدا از شخصیت و تجارب زندگی به رابطه با خود می‌رسید. شما بزرگتر و پیچیده‌تر از آن هستید که فکر می‌کردید. بالاخره متوجه می‌شوید که رفتارتان روی همسرتان و جهان اطرافتان تأثیر می‌گذارد. هنگامی که رفتارتان را تغییر می‌دهید، تأثیرتان را نیز تغییر می‌دهید. هدف از این 7 مرحله این است که تا حد امکان توان کنترل بیشتری روی تأثیرات خود داشته باشید و بتوانید مقصود خود را تمام و کمال بیان نمایید تا وقتی می‌گویید یا میشنوید من تو را دوست دارم، بدانید من و تو در واقع چه کسانی هستم. خب من یک کمی وایس طولانی تر کردم برای اینکه بتونم این فصل رو کامل برای شما بخونم. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه و تهیه کنید و تا انتهای همه فصول رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.